اینجا شهر مزار شریف است. شهر مزار شریف در این ایام سوگوار بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ایام فاطمیه ایام حزن و اندوه مسلمانان جهان و شیعیان است. در این ایام شیعیان با انجام دادن مراسمات مذهبی و دعاها و ندبها و وعظ و نصیحت و قرآن خواندن بر سوگ بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مجالس خانگی را برگزار می کنند. در مجالس خانگی به یاد غربت و دفاع از ولایت و مقام والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنرانی ها و وعظها صورت می گیرد. علی برملا شد شب که علی مشغول غسل دادن بود، بچه ها خیز گرفته بچه ها گفته بودن بلند بلند گریه نکنین. میفهمی یعنی چی؟ شما امروز بلند بلند گریه میکنین یا امام زمان؟ اون روز بچه های زهرا گریه نتوانستن، اما ما امروز به عنوان بچه های زهرا بلند بلند گریه میکنیم. بچه ها را خیز گرفته، همه دست ها را میگزن، تلاش میکنن صدا بلند نشه و عشق ها جاریه. امیرالمؤمنین مشغول غسل دادن، خانه هم تاریکه. یک مرتبه اسما بنت امیس میگه دیدم علی دست از غسل دادن کشید، سر به دیوار تکیه داد، شروع کرد بلند بلند صدا میزنه آه بنت رسول الله. گفتم مولای من بچه ها را آرام کردی، هشدار به همسایه ها بلند بلند گریه کنی با خبر می شود، چرا این گونه بلند ناله میزنی؟ صدا زد اسما به خدا قسم زهرا تا لحظه آخر عمرشم خواست از من چیزهایی را مخفی کنه، من ندادم، دستم الان به صورت برم کرده یه زهرا. حق داری هر قدر صدایت به ناله بلند شوه، هر قدر فریاد بزنی برای زهرا کمه. صدا زد اسما دستم به بازوی برم کرده یه زهرا اصابت کرده. الا لعنت الله. زهرا زنگ از دل میبرد، کشته ما را به ساحل میبرد. یک تمنا دارم او اشکایی که جاری شده قدرش بدار، با همون اشک جاری با او دل شکسته دسته های گدایی رو بالا بیار. صبح جمعه است. بک یا الله 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 بک یا. جوابش را میدادم، اما حسین جان من تسلیم مادرت زهرایم. یک عدد وقت جان دادن ما به اسرائیل نگوید یا زهرا امشب درت را بروی این مردم خودت باز کن، این مردم خیلی گرفتاره. بیبی جان در را بروی غمدیده های عالم تو باید باز کنی. پذیرایی از مهمانان و عزاداران نیز از جمله مراسمات مروج در عزاداری بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عزاداران بعد از تمام کردن عزاداریشان با پذیرایی ساده و گاهی در مساجد و عزاداری‌های خانگی و مجالس کوچک و بزرگ پذیرایی می‌شوند و آنها بر این باورند که صاحب عزا در مجلس حضور خواهد داشت.